یه همسایه داشتیم ترسو، برای یه معامله رفت توی شهر دیگه. معامله که نشد هیچ، یه کتک سیری هم زدنش. اونجا دم بر نیورد، برگشت شهرمون. خودم با این چشمای خودم دیدم، رفت پشت بون خونهشون به طرف شهری که رفته بود، شروع کرد به فحش و فضیحت و داد و بیداد که آی میزنم و میکشم و منو میزنی نامردا. اهل و عیالش از پایین تو حیاط صداش کردن بابا بیا پایین، ولشون کن، خون به پا میکنی. بیشی کنار تا حرفتو ترجمه کنم. یه بدبخت ذلیلی بود، وزیر خارجه و رئیس جمهورشو فرستاد برای معامله. جوش که نخورد هیچ، کلی تو پوزی هم تو سخنرانی مجمع عمومی بهش زدن. تحریمام سفت و سخت‌تر شد، ولی این بدبخت فقط میتونست تو مجمع تشخیص مصلحت نظامش از دور کلی هارت و پورت کنه که شیطان بزرگ رو اله میکنیم و بله میکنیم. ولی رئیس جمهور جیک نزد، بازم موس کرد. آیا دکتر، هر بسیجی شوتی هم میدونه که دارن گولش میزنن، چیزی برای مخفی کردن نمونده. آیا دکتر، مقام عظما طفلی از یه طرف باید بیانات بسیجی خرکنه تند و تیز داشته باشن، از اون طرف حاجی روحانی رو بفرستن سفره پهن کنه و به فرما بزنه. آیا درد این بدبختی بعد برجام و تحریما از خود تحریما بیشتر نیست؟ پس چی؟ خیلی هم بیشتره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که از گوسفنده پرسیدن از اینکه قصاب سرتو میبره شاکی نیستی؟ گفت راستش نه اونقدر، اونی که بیشتر شاکی میکنه اون مشتایی که بعدش میزنه همینجوری تو شکمم. آیه دکتر، این چه قیاس بسیجی کشیه که شما میکنید؟ خب راست میگم، خودت به جای بدبخت مقام عظما، نه ببخشید، به جای اون گوسفنده بدبخت سرت رفته، ولی هی گروپ همینجوری میذارن تو شکمه. آیه دکتر، این بس میرسه به جاهای ناجور. برم سر سوال بعدی. امیدواریمون به نجات برجام و شل کردن تناب تحریما چی میشه قربونت؟ خودت داری میگی بحث گرومپو نکن، به جای باریک میکشه، بعد دوباره از این سوالا میپرسی. ناکس، اگه شکایت بکنیم سر برجام تیر زدیم به پای خودمون. اینجوری بهت بگم، همین که طرف ناراضی بشه تمام تحریما دوباره برمیگرده. این تعریفایی که روحانی و ظریف از برجام میکنن باورت نشه، حکایت مشنگه است که از مغازه اومد بیرون قش میخندید. گفتن چی شده اینقدر میخندی؟ گفت رفتم گولشون زدم. گفتن چه جوری؟ چیکار کردی؟ گفت پول دادم، هیچی نخریدم. حالا هی بگردن ببینن من این پولو برای چی دادم. آی دکتر، چرا از خیر نگه داشتن آمریکا تو برجام نگذاریم؟ آمریکا خارج بشه، ما برجام با اروپا ادامه بدیم دیگه. کی؟ عظما مش میخوره تو گیج میشی؟ چه خبر شده؟ اومدی دماغشو پاک بکنی زدی چششو کور کردی که هم زنجیر برجامو رو گردن عظما نگه داریم، هم آمریکا طرف حساب اصلی تحریما برای خودش تحریم جدید را بندازه. تو مال کجایی؟ آی دکتر، کاش خود مقام عظما به عنوان طرف حساب راهی این سفر میشد. فوقش ته همون راهروی که اون دفعه ظریف و روحانی دنبال اوباما بودن منتظر وامیستاد تا ترامپ رد شه. اگه فوش هم میخواد دیگه بین خودشون دوتا بود، نه اینکه اینطوری عالم گیر بشه. قربونت برم، ایشون به خاطر قضایای میکنوس و کارهای اینجوری که کردن الان ممنوع سفر تشریف دارن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله، میفرمودن که بابای مشنگه حالش خراب بود، زنگ زدن آمبولانس اومد، کل خانواده سوار شدن. آمبولانس آژیر کشون میرفت، اینام دست میزدن و میرقصیدن از این کارا. تو راه دکتر گفت مریض کیه؟ مشنگه گفت بابام بود، حالش خوب نبود نتونست بیاد. روشن شد یا برفستمت که سوار آمبولانس بشی اینجا. آیه دکتر، شما میدونستین که از روی تعداد موژه‌های هر کسی میشه طول عمرشو اندازه گرفت؟ نه. خب منم نمیدونستم، از خودم در بودم. بزن قدش. سب کن بینم ناکس، من نمیزنم قدش، من میزنم که روشن شی دیگه هم خاموش نشی، حواست جمع باشه از این لوسبازی واسه من در نیاری. ببخشید دکتر، من یه طرح استراتژیکی دارم.
بیایم یه سد دفاعی قوی برای نظام تو صحنه بین‌المللی درست کنیم. از متحدین با اعتبار خوشنام و معتبرمون مثل بشار اسد و کیم ایل جونگ کره شمالی برای دفاع از نظام استفاده کنیم. بذار بریم اینجا خودشون تا مجمع عمومی بعدی سر پا میمونن یا نه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که سرمونی ناشی داشت سر یکی رو میتراشید، همینجوری هی میبرید و مجبور میشد به جاش پنبه بکاره. اومد با مشتری حرف بزنه، سرشو گرم کنه که جای این زخما رو کمتر حس بکنه. گفت شما چند تا برادری؟ مشتری گفتش که اگه از زیر تیغ تو زنده در بیان بیرون 5 تاییم. آقای دکتر یه تماس داریم. آقای دکتر یه تماس داریم از یه سردار بسیجی که گفته یه درخواست فوری داره. بگو ببینم درخواست چیه؟ من درخواست دارم به خاطر خون و دل عظما از دست ریزشی های فراوون فراجناهی ترانه دل شده کاس خون رو با هم بشنویم. خجالت بکش، مگه برنامه ترانه درخواستی سوال استراتژیکی داری؟ بپرس. منم خون دل استراتژیکی منظورم بوده، گوش کن. دل شده یک کاسه خون به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون مرا بادی خجالت بکش ناکس، اینجا رو کردی چی؟ اون ریزشیه، تو چت میشه این وسط؟ آقای دکتر من قصدم جسارت نبود، خواستم نشون بدم که این ریزش ها پایان یک ماجرا نیست، آغاز یک ماجراست که به جای خیلی خطرناکی هم ختم میشه. آقای دکتر لازم نکرده تو آدرس اون جاها رو اینقدر دقیق با دستمال سفید بدی. خودشون نزده دارن میرقصن ناکس، اونم با دستمال سفید که پیامش معلومه. آبرون رو برد این وسط ناکس. آقای دکتر من با روح برجام حرکت کردم. کدوم آبرو؟ تو سازمان ملل چیزی نمونده که به حاجی روحانی و مقامات ما نگفته باشم. صبر کن میرم اونجا تو سازمان ملله که تو بغل گوش دستمال سفید